ببر. مرسی. ابراهیم پاشا یه چیزایی حفظ کرده ولی نمیخواد باور کنه. بالاخره هرچی باشه از بچگی با سلطان بزرگ شده. خواهر سلطان بهش دادن. از بچگی واسش ویالون زده. جونشو نجات داده. ولی فکر کنم تو این یکی دو روز آینده حکم اعدامش میاد. بابا احمد اینقدر این سریالای مزخرف ترکی رو نگاه نکن، سلیقه‌ت عوض میشه. قشنگه، آموزنده است. بابا اینایی که من مگه بهت دادم آموزنده نیست؟ اونا رو نگاه کن. چند تا فیلم به من دادی، هر کدوم یکی 10 بار نگاه کردم. چقدر نگاه بکنم؟ من کازینو رو 20 بار در ماه میتونم ببینم. اونم آموزنده است دیگه، راجع به مزرات قماربازیه. یا اون یکی فیلمش اسکورسیزی همه کاراش آموزنده است. اون یکی کارش هست راننده تاکسی، راجع به مبارزه با فحشاست. بسه. یا یه فیلم دیگه هم داره، گاو خشمگین. اون راجع به ورزشکار نمونه است. بفهم. اصلا این اوجو